سلام علیکم هموطنان عزیز. یک تن آموزگار هستم. آن واقعی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است بسیار تشویشم داد. به همون خاطر روی نوار آوردم خود را تا درد دل خود را بیان کنم که آن شخصیت جنایتکاری که نسبت سردار ریاست معارف ولایت بدخشان جنایت صادر نموده است که این نبخشیدنی است. من همچون آموزگار از دولت طلب می نمایم که این شخصیتی که نسبت آموزگار دست برداشته است بگذار چی جزایی باشد گیرد، چون که آموزگار این تربیه‌گری نسل نورس می باشد. چنانه که شاعر بزرگوار فرموده است اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بیخیرت روزگار. سلامت و سربلند و خاطر جمع باشید هموطنان عزیز.